يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا. تصور کنید اسلام برای ما وقتی که روحی بنده از جسد جدا می شود و مردم او را به سوی قبرستان برند، روح صالح می گفته است ما را تیزتر برین. وقتی که روحی بد می گفته است ای کاش ما را کجا می برید. بعد نماز جنازه بر میت مردم به گراندن او مشغول می شوند. قبر فریاد می زند من خانه غربت تو هستم و من خانه یگانه تو هستم و من خانه خاک تو هستم و من خانه کرم تو هستم. در حدیث آمده است وقتی که انسان گذاشته می شود در قبر و یارانش می روند و روح به سوی باز می گردد، حتی شلفه های قدم های آنها را می شنود. پس دو ملائکه به سویش می آیند، منکر و نکیر، می شینند و او را امتحان را سر می کنند. اگر مسلمان صالح باشد گفته می شود خدای تو کیست؟ خدای ما الله است. دین تو چی است؟ دین من اسلام است. پیغمبرت کیست؟ او رسول خدا است. از کجا فهمیدی؟ کتاب خدا را خواندم و با آن ایمان آوردم. من به حد در حقیقت خیلی خرسندم چون که از امتحان گذشت. پس چشمانش در قبر گشاده می شود و از جنت به او بوی زیبای بر دماغش می رسد. پس ندای شنویده می شود آسمان که بنده من راست گفت. پس قبرش را پهن کنید و در از در جنت را برایش بگشایید. پس مرد زیبای به نزدیکش می آید. پس می گوید در او من اعمال صالح تو هستم ای بنده. و اما کافر دو ملائکه به نزدیکش می آید و سوالش می کنند خدای تو کی است؟ نمیدونم. دین تو چی است؟ نمیدونم. کی است آن رسولی که بر تو فرستاده شده است؟ نمیدونم. پس گفته می شود نه نماز خوانده است نه هیچ چیز. وای بر حالش از امتحان نگذشت و عذاب را بر بالایش سر میکنند و ندای از آسمان شنویده می شود از آتش جهنم به او عذاب تیار کنید. پس با بلغه‌ای که از آهن است او را همچنان میزنند که زمین شکافته می شود و به تحت زمین می رود. آواز بلند بالیقه آهنی به گوشش می رسد. چقدر وزنین است که از این جنس شنیده می شود. همین عذاب دوام داده می شود. باز خداوند او را نزد اوله بر می گرداند. باز او را نکیر منکر عذاب سخت می زنند. حتی قبر او را می جقد. عذاب بالایش سخت می شود و زمین با همدیگر می رسد. گفته میشه به زمین بجخان را زیرش بکن و در همین حالت مار بر داخل قبر شده و به او گفته نامش شجاع است. گوشت بدن او را از سر تا پا خورده می شود و او را باز گوشت داده می شود. در همین حالت مردی با خیلی بزیب لباس های بد پوشیده بوی بد نزدیکش می شود. می گوید من اعمال صالح تو هستم. وای بهار پس جایش